فصل هفتم ریک اند مورتی بالاخره استریم شد بعد از کلی داستانی که سر جاستین رولند و اون اتهام ریپ و تجاوزی که بهش زده بودن به دخترش بود. خب بعد از اون اتفاق جاستین رولند از صدا برداری و صدا گذاری این فیلم و کارگردانی کنار گذاشته شد این سریال. و الان صرفا فقط یه نویسنده است. صدای ریک و مورتی و خیلی شخصیت اصلی فیلم دیگه ایشون نمیگه و حقیقتا اولین قسمت از فصل هفتش برای من اصلا جذاب نبود و من نمیدونم که آیا بدون سازنده اصلی یک سریال میشه اون سریال رو برگردون زنده کرد، سوال خوب بهش داد یا نه. ریک اند مورتی توی آی ام دی بی مثل برکینگ بد نمره داره، 9 خورده ایه و به نظرم اگه بخواد با این روند پیش بره یه شکست کامل براش اتفاق خواهد افتاد.